چجوری این افکت جذاب رو توی این شات ایجاد کنید؟ ابتدا این شات رو باز کنید، یک پروژه جدید با یک صفحه خالی ایجاد کنید، تنظیمات و زمان پروژهتون رو تنظیم کنید، متن مورد نظرتون رو از قسمت تکست بنویسید و اندازش رو تنظیم کنید و حالا پروژه رو ذخیره کنید و یک پروژه جدید باز کنید. از بخش متریال و تب اتمسفر فوتیج مورد نظرتون رو که این هستش انتخاب کنید. حالا از قسمت PIP متنی که قبلا ذخیره کردیم رو وارد کنید. از بخش انیمیشن این انیمیشن رو به متن اضافه کنید و زمانش رو تنظیم کنید. و در مرحله آخر هم از قسمت بلند مود لایتن رو بهش بدید. به همین راحتی تونستیم این افکت جذاب رو توی این شات ایجاد کنیم. لایک یادتون نره و تا ویدیوی بعدی بدرود.